سلام، من یه دانش آموز هستم، دانش آموز سال 11. متاسفانه 2 روزه که ذهنم خیلی درگیره به خاطر اتفاق ناگواری که توی مدرسه‌مون افتاد. دیروز یه آخوند آوردن توی مدرسه ما و قرار بود در مورد موضوعی صحبت کنه، موضوعی که اصلا جالب نبود، در مورد موضوع ازدواج موقت. در واقع همه حرفایشون این بود که نتیجه گیری کنه. ازدواج موقت بسیار چیز خوبی است و به شدت توصیه میشه و اینکه کاملا کار قانونیه و توی کشور ما به این دلیل قانونیه که برای مدیریت بحرانه و کاملا هم کار درستی است. من توی جلسه نشسته بودم، نمیدونستم موضوع در مورد. وقتی موضوع رو فهمیدم به شدت عصبانی شدم، چون که همونطور که میدونی موضوع کاملا ما زن‌ها رو تحقیر میکنه، حقوق ما رو زیر پاش له میکنه. به شدت عصبانی شدم، به شدت، و اینکه به حرفاش گوش دادم تا آخر تا ببینم چه چیزی باید بگم به مدیر و معاون و ازشون بپرسم دلیل اینکه این آقا رو آوردن توی مدرسه چی بود. مدرسه تیزهوشان. این آقا در مورد موضوعات جالبی اصلا صحبت نمی‌کرد. فیلم‌های ناگواری به بچه‌ها نشون داد، فیلمی درباره خیابون رد لایت هلند و اینکه اونجا همه مردم تن فروشی میکنن، آمار تجاوزات بالاه، نزدیک 90% توی آلمان، 85% توی امریکا، 80% توی کانادا، و اینکه ایران از لحاظ تجاوز جنسی تقریبا نزدیک 0%. خب و این موضوع به این دلیله که موضوع تجاوز که مردان 90% غریزه جنسیشون، یعنی نیازهای جنسیشون بیشتر از زنانه و زنان 10%. پس مردا باید بیشتر ارضا بشن نسبت به زنان. پس بنابراین مردان اگه به مسافرتی میرن و زنشون در دسترسشون نیست میتونن این کار انجام بدن تا ارضاشن و اینکه دست به کارهایی مثل تجاوز نزنن. در واقع موضوع صیغه کردن توی کشور ما برای جلوگیری از تجاوزه، ایشون اینو میگفتن. و اینکه تو کشورهای دیگه تنفروشی صورت میگیره، آمار تجاوزات بالاه. با همه این موضوع میخواستن ازدواج موقت رو تایید کنن توی ایران. توی همه این صحبت ها من به شدت بهم برخورد و تحقیر شدم به عنوان یه زن، به عنوان یه دختر تحقیر شدم. بقیه بچه ها خیلی عکس‌العملی نشون نمیدادن چون میترسیدن. من بلند شدم رفتم از سر جلسه، یه راست رفتم پیش ناظممون، بهشون گفتم که این چه وضعشه، این چه کی آوردین. تقریبا 8 زنم در اومد. گفتن که ما نمیدونستیم این آقا در مورد چه موضوعی میخواد صحبت کنه و اصلا این آقا نمیدونستیم که قرار تشریف بیاره. یعنی چجوری یه آخوند بلند میشه سرشو میندازه پایین میاد تو مدرسه تیزهوشان فرزانگان و هرچی دلش میخواد میگه، موضوعاتی که اصلا بحثش برای بچه‌های کلاس 11 هم جالب نیست و همینطور کاملا بحثش واسه پایمال شدن حقوق زنان میشه. توی مدرسه دخترونه اینا رو میگفتن ما اطلاعی نداشتیم. گفتم باید به این موضوع رسیدگی کنین. به شدت عصبانی بودم، خیلی عصبانی بودم. باید به این موضوع رسیدگی کنین. گفتش باشه حتما رسیدگی میکنیم. صبح روز بعد، یعنی امروز صبح، مدیرمون اومد پیش من، گفتش که بگو چی شده. داستان رو تعریف کردم. گفتم وای این که خیلی افتضاحه، ما داستان نمیدونستیم، اگه اینجوری حتما اعتراض میکنیم. یه جلسه به بچه‌ها تشکیل میدیم تا نظرسنجی کنیم. بچه‌ها جمع شدن، جناب خانم مدیر سوال پرسیدن و بچه‌ها همه معترض بودن، همشون معترض بودن، چون به حقوقشون بی احترامی شده بود، به حقشون بی احترامی شده بود، به حق زنا بی احترامی شده بود. اینکه 90% مردان و 10% زنان کاملا پایمال کردن حق ماست. همه بچه‌ها مخالف بودن ولی مدیر سریعا بحث رو عوض کرد. گفتش ایشون ممکنه که منظورشون چیز دیگه بوده باشه، وقت کم آورده باشن یا خیلی چیزای دیگه. من به شدت از این کار مدیر ناراحت شدم، ناراضی بودم. بلند شدم و با عصبانیت گفتم تا وقتی به این موضوع رسیدگی نشه من پامو توی این مدرسه نمیذارم. امتحانات ترمم اصلا برام مهم نیست. امتحانات ترم ما شروع شده فردا
دومین امتحان ترمه ولی من مدرسه نمیرم. حتی اگرم بیفتم امسال هیچ اهمیتی برام نداره، چون مدرک و مدرک دیپلم، مدرک کنکور فقط یه مدرکن و این حقوق ما زناست که مهمه. حقوق ما مبتنی بر ارزشی که داریم، نه مدرکمون. اگه حقوق خودمون رو برای به دست آوردن مدرک زیر پا بذاریم، در واقع هیچی نیستیم. از شما دانش آموزان سرتاسر کشور خواهش میکنم با فساد و تباهی و این چیزای بدی که داره پیش میاد توی کشور مبارزه کنیم به شدت. اصلا سکوت نکنین، نترسین ازشون. اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. حتی اگرم کاری بکنن شما کار حق رو انجام دادین. امتحان و نمره چیز موقتیه ولی ارزش شما هاست که تا ابد ادامه داره. ازتون خواهش میکنم که مقاومت کنید.